و اصلا علم این بهترین عبادت است. در روی زمین یگان عبادت را نمیدانم که مثل علم باشد، میگفتن علما. و امام مالک وقتی که پرسیدن که یک آدم کمی از عمرش باقی مانده است کدام عبادت کند پیش از کشته شدنش، گفتن که طلب علم کند. یعنی شاید کشته میشد، حکم قتل گرفته است، یک روز دو روز یا یک ساعت دیگه فرصت دارد، چیکار کند؟ طلب علم کند. گفتن که انه لا یعمل به، آخر برای طلب علم کرد لیکن عمل نکرده از دنیا میگذرد به همون علم آموختگیش، چی فایده؟ و گفتن که طلب العلم افضل من العمل به، ثواب طلب علم از ثواب عمل دیده بزرگتر است. ثوابش ثواب طلب علم عظیم است. بنابراین وقتی که عملی که روی آوردید یعنی طلب علم بسیار جهاد است در راه الله تعالی. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که گفتن در مسجد میبیاد یک حدیث یا یک آیت تعلیم میگیرد، این برابری جهاد است و از جهاد هم بهتر است. برای آنکه ما در جهاد حاجت به عالم داریم. چقدر مجاهد ها بودند در جهاد کشته شدند، خودی در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که صحابه شهید گفتن، نه گفتن اون شهید نه، او دوزخی هست گفتن. و یک دیگر آدم را هم پیش از جنگ خبر داده بودند که این دوزخی هست گفته بودند. در جنگ در جهاد کشته شد ولی دوزخ رفت به سبب علم نداشتن. و این دلالت میکند که ما در جنگ حتی برای خواندن نماز، برای طهارت، برای اسلوب جنگ در همه حالت ها به علم محتاج هستیم. بنابراین علم بالاتر از جهاد است. عالم در معرکه جهاد ایستاده با علمش و با عملش به مردم نفعش میرسد. بنابراین وقتی که به این عبادت بزرگ که روی آوردید، البته شیطان و جنها و سحرگرها و جادوگرها دشمنی انسان است. اینا میخواهد پیش راه شما را گیرد. الله تعالی میگه که واتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا کنید، تقوای الله تعالی را پیشه کنید، الله تعالی برای شما علم میدهد. امام شافعی گفتند که شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. من به استادم وکیع ابن جراح شکایت کردم، یعنی شکایت کردن که درس میخونم حفظ نمیشد یا نمیفهمم. شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی. وقتی که سوء حفظ یعنی کند بودن حفظم رو شکایت کردم، راهنمایی کرد مرا به ترک گناه ها. فارشدنی الی ترک المعاصی، گناه ها ترک کن. و قال علم بان العلم نور و نور الله لا یعطاه العاصی. و گفت که نور، دان که علم نوری الله است و این نوری الله بر گناهکار داده نمیشه. بنابراین بعضی آدم ها وقتی که گناه کردن قرآن فراموش کردن، اون حدیث هایی که حفظ کرده بودن فراموش کردن. نسأل الله سلامت و العافیه. چون این علم نعمت عظیم هست. وقتی که برایتان الله تعالی داد یا راهش را گشاد، دانید که الله تعالی برای شما خیر را خواسته است. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. الله تعالی به کسی نیکی را خواهد و او را فقیه در دین میگرداند. یعنی مفهوم مخالفش، به کسی که نیکی را نخواهد او را فقیه دین نمیگرداند. وقتی که مادامی که روی به طلب علم آوردید، این علامت های دوستی نیکی خواستن الله تعالی به شما هست، علامت های دوست داشتن الله تعالی به شما هست. و البته به این کار شیطان ضد است، میخواهد از این راه به هر حال شما را زند. بنابراین این راه جهاد، یعنی جهاد است و قربانی میخواهد. یعنی در برابر مشقت های علم استادگری باید کنید و با دعای و با توبه و با استغفار میشود اون خامیازه و اون یعنی تنبلی که از جانب شیطان میبیاد این چیزهای دفع کنند. الله تعالی برایتان نصرت دهد.